مورد بعدی که به نظر من باید توجه بشه تجزیه خاورمیانه است عزیزان. سایکس-پیکوت مدت هاست دیگه تموم شده و اینا تو خاورمیانه جدید به کشورهای با مرزهای جدید و مرزبندی جدید دارن فکر میکنن که این توجیه میاره برای خیلی از اتفاقات. کشورهای اطراف اسرائیل کوچک و ضعیف میشن، قومی، نژادی، مذهبی میشن. یعنی دقت کن مثلا عراق به 3 کشور تقسیم بشه که اینم سال 86 سخنرانی داشتم اونجا عرض کردم، نقشه رو نشون دادم که مثلا عرب سنی، عرب شیعی، کردستان، عراق. دقت بکنید عرب سنی اینجا عربا کشور، عربا مهم نیستن که دارن کشور دارن، چون عرب شیعی هم کشور داره. اینجا چی بودن مهمه؟ سنی بودن. از این جهت آیا ما یهودیا کشور نداشته باشیم که دیدید همین الان کابینه‌شون اقدام کرد؟ 2 نژادیه، نگاه کنید نژادیه، کردها کشور داشته باشن، درست شد؟ عربها کشور داشته باشن، ما یهودیا دوباره باز این بار به دلیل چی؟ نژاد یهود کشور نداشته باشیم. عجیب ترین دین دنیاست دیگه، هم دین هم نژاد. تنها کسی یهودی است که مادرش یهودی باشه. یعنی شما در کنیسه رو بزنی بگی من میخوام یهودی بشم، میندازن بیرون. این کسی یهودی است که مادرش یهودیه. جمعیتش هم کم از این جهت. خوب دقت کردید چی شد؟ اصلا بودن اسرائیل توجیه پیدا میکنه. خیلی هم شباهت بین داعش و اسرائیل هست.